هر آنچه در این دنیا اتفاق میافتد آزمایش است. درست. اگر الله متعال به کسی نعمت میدهد یک آزمایش است. بله. اگر نعمتی را میگیرد باز یک آزمایش است. خود نعمت داشتنش یک آزمایش است، نداشتنش یک آزمایش. عده‌ای را الله متعال با دادن نعمت آزمایش میکند، عده‌ای را با گرفتن نعمت آزمایش میکند و چه بسا که دادن نعمت امتحان سخت تری است تا گرفتن نعمت. بعضیا فکر میکنن که نداشتن یک نعمتی، حالا این نعمت میتواند سلامتی باشد، میتواند مال باشد، میتواند که فرزند باشد، میتواند که علم باشد، میتواند که این نعمت ها رزق و روزی فراوان است. شما هر نعمتی که دور بر ما هستن اینها و ما بكم من نعمت فمن الله. الله متعال میفهمد هر نعمتی که دور بر شما هستن از سوی الله متعال است. درست. از سلامتی و وجودمان بگیریم تا تک تک اعضای بدن کار کردنشان و سلامتیشان، تا خانواده، تا دوستان، تا آشنایان، تا اعتبار، تا مال، تا مدرک، تا علم، تا رزق و روزی، همه اینها که مفاهیم رزق و روزی هستند، همه اینها نعمتی از سوی الله متعال است. درست. همه اینها یک ابتلا هستند. گرفتن هر کدام از اینها هم باز یک آزمایش است. درست. آزمایش با نعمت سخت‌تر است تا آزمایش با گرفتن نعمت. بله. چرا؟ چون وقتی که نعمت به سراغ انسان می آید چه بسا که انسان غرور، تکبر و اون فاصله میگیره انسان از الله متعال، نعوذ بالله. و چون فاصله میگیره شیطان بیشتر به سراغ او میرود و انسان فکر نمیکنه اصلا. و حالا یک سنت های عجیبی را الله متعال دارد. یکی از سنت های الله متعال، قانون های الله متعال در دنیا این هست، قانون است. این قانون زندگی است. همونطور که ما میگیم دو تا میشه 4 تا. بله. همونطور که ما در علم فیزیک یا فیزیا قوانینی داریم. درست. همونطور که در علم کیمیا ما یک سری معادلاتی داریم، جدول مندلیوفی داریم و موارد دیگری داریم. اینها آن چیزی است که الله متعال در دنیا قرار داده است. اینها رو که ما به دست نیاوردیم. معادلات فیزیک و مثلا فیزیا یا کیمیا و شیمی رو ما اینا رو که ما وجود نیاوردیم. اینا وجود داشتن، انسان‌ها تازه یک بخشی از اینها رو درک کردند. درست. عین همین معادلاتی در زندگی ماست که الله متعال قرار داده و آن معادلات رو در قرآن کریم برای ما ذکر می‌کند. من خالق این معادلات رو دارم. من شما رو برای این خلق کردم. شما رو آزمایش می‌کنم. در این آزمایش به یک کسی کمتر میده یک نعمتی رو، به یک کسی بیشتر میده. درست. اون کسی رو که کمتر داده با اون کمتر دادن آزمایش میکنه، اون کسی رو که بیشتر داده با اون بیشتر دادن آزمایش میکنه. شما وقتی در میدان امتحان هستید، شما وقتی وارد میشید به یک میدان مسابقه، درست، طراحی شده و از قبل آماده شده، شما رو میسنجن. شما وقتی وارد شدی تلاش شما چی است؟ هدف چی است؟ هدف از این آزمایش وقتی که بفهمه انسان که من اینجا چی کار میکنم، برای چی آمدم. وقتی شما در میدان مسابقه وارد میشید، هدف یک چیز است: پیروز بیرون بیایم از این مسابقه. چطور موانع، سختی ها و گردنه هایی که جلوی من قرار گرفته، حریفی که پیش روی من قرار گرفته، درست، من چطور بر او پیروز بشم. هدف یک چیز است فقط. چطور من از همه اینها گذر کنم. شما دیگه نمیپرسی که آقا چرا شما اینجا، من در مسیر راه میدویدم، شما جلوی راه من اینطور چیز سختی گذاشتی که من نتوانم بدوم. درست است؟ شما بعضی مسابقات آدم میبینه بسیار کارهای عجیب غریب میدون، یک دفعه زیر دستش باز میشه میافته پایین، یک دفعه از اون طرف چیزی میخوره به کلش در آب میافته، یک دفعه بعد روی آب بره، یک دفعه بعد باویزان بشه. اینا مسابقه اصلا نیست. بله. خب حالا یک کسی در این میدان مسابقه بیاید اعتراض بکنه به کسی که این مسابقه رو طراحی کرده که یعنی چی تو اینجا این رو گذاشتی، تو اون رو گذاشتی. میگن خب ما اصلا به همین خاطر گذاشتیم که تو رو آزمایش کنیم. میگه اصلا فلسفه این مسابقه همین است، اصلا طراحی شده به خاطر همین. دنیا، انسان وقتی میداند که این دنیا محل آزمایش است، الله متعال من و شما رو خلق کرده، این حقیقت دنیاست، بخوایم بپذیریم نخوایم نپذیریم، این واقعیت رو تغییر نخواهد داد. کسی به این باور داشته باشد باور نداشته باشد، این حقیقت موجود دنیاست. حالا کسی بیاد بگه من اصلا این علم فیزیک شما رو قبول ندارم، برای بندازید دور. چیه شما دانشگاه نشستین فیزیک میخوانید، بده مسخره بکنه. مثلا علم کیمیا رو مثلا قبول ندارم. کی گفت علم کیمیا است؟ خب آیا با قبول نداشتن این فرد چیزی از ارزش آن علم کم خواهد شد؟ نخیر. آیا اون حقیقت انکار خواهد شد؟ آیا اون حقیقت گم خواهد شد؟ این هم همین است. این حقیقت دنیاست. الله متعال ما را آورده. 200 سال پیش هیچ کدام از انسان‌هایی که الان روی زمین بودن نبودن، 200 سال بعد هم نخواهند بود الا ماشاءالله. ما آمدیم و میریم، همونطور که میلیاردها نفر قبل از ما آمدن، 8 میلیارد الان هست و میلیاردها بعد از ما خواهند آمد، همه میرویم.